مسئله پنجم درباره زکات زیورها. این به خاص خواهران است، خواهران و مادران. زکات زیورها حلی میگویند همون هر زینت هایی که زنها دارن. در میان علما اختلافی نیست که زکات از زیوری که برای نگاهداری یا که اجرای زیبایی خود زن استفاده میبرد، پس از آن هم زکات مال است. در آن هم چیز زکات مال است پرداخت کرده می شود. مثلا زن زیور دارد که به مقدار زکات رسیده است، هر سال اول باید زکات مال بدهد. بارک الله فیکم. و دلیل آن عمومیت نصوص شرعی، دلیل اینکه از زیورها نیز پرداخت زکات کرده می شود، داده می شود، از عمومیت نصوص های شریعت درباره پرداخت زکات مال، در بیان عمومیت اینکه از طلا و نقره زکات مال پرداخت کرده می شود، پرداخت کرده می شود. و حدیثی که اهل سنن از عمرو ابن شعیب از پدرش از بابایش روایت کرده هستند، ان امرأة میگه اتت الی رسول صلی الله علیه و یک زن نزد رسول الله صلی الله علیه و معها ابنه لها، با همراهی دخترش نزد پیامبر آمدن. و فی ید ابنتها مسکتانی، و در دست دخترش دستمانه طلاگین بود، دو دستمانه طلاگین بود، غوث بودن از طلا. فقال، پیامبر گفت اتؤدین زکات هذا، آیا زکات این رو پرداخت میکنید؟ قالت لا، گفت نه. فرمود آیا خوشت می آید که الله تو را با آنها دست بندی آتشین کند در روز قیامت؟ یعنی با آن چیزی که مثلا تو داری از دست بندها در روز قیامت اینها رو دست بندهای آتشین برایت قرار بدهد. وقتی این سخن رو این زن فهمید، در حال آن دستبندهای طلاگین که غوث بودن آنها رو کنده پرتافت و پیامبر صلی الله علیه و سلم داد. این حدیث رو ابی داود تحت رقم 1563 و نسائی و بیهقی روایت کرده هستند. پس این قول احتیاط کارتر و پاک کننده از ذمه از سر انسان است و دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم دع ما یریبک الا ما لا یریبک، آنچه را که تو را به شبهه می اندازد ترک کن و با آنچه را که تو را به شبهه نمی اندازد بگیر. برای چی این رو ما ذکر کردیم؟ چون که در اینجا بعضی از مشایخ، شاید بعضی از ملاها، بعضی از کسان بگن که زکات زیور نیست، از زیور زکات داده نمیشود. برای همین این دلایل رو ما ذکر نمودیم.